به نظرتون حقیقتی وجود داره که اگه بفهمیمش واقعا بتونه زندگیمون رو بهتر کنه؟ آیا کاری از دست ما برمیاد که برای وضعیت بد کشورمون انجام بدیم؟ همه ما در آرزوی به دست آوردن خوشبختی و آرامش و عشق هستیم، اما کمتر انسانی رو میشه پیدا کرد که به طور حقیقی و ماندگار بهشون رسیده باشه. خیلیامون فکر میکنیم زندگی ناعادلانه است و تقصیر دیگرانه که نمیگذارن زندگی خوبی داشته باشیم. اما چرا تقریبا همه ما به این نتیجه میرسیم؟ درون ما دو من وجود داره. یکی من اصلی هستش که از روز اول باهاش متولد میشیم. این من استثنایی سرچشمه خلاقیت، استعداد و توانایی‌های ما برای سازندگی در این دنیاست. و دیگری من ذهنی هستش که از فکرها و باورهای انسانهای گذشته ساخته میشه. این من ساختگی دنیا رو بر اساس کمبود منابع و حرص و طمع برای سهم بیشتر میبینه که باعث میشه در راه رسیدن به نیازها و خواسته های زندگیمون به خودمون و دیگران آسیب بزنیم. اکثر ما انسان‌ها ناخواسته بدون اینکه آگاه باشیم یک من آسیب زننده رو مسئول اداره زندگی خودمون انتخاب کردیم و اجازه ندادیم من بهتر ما یک زندگی سالم و متعادل رو برامون بسازه. آسیب‌های من ذهنی رو به راحتی میتونیم در سراسر دنیا ببینیم. امروزه با وجود پیشرفت‌های بسیار خوبی که به وجود اومدند و قوانین مدنی که برای حقوق شهروندی نوشته شدند، هنوز بخش بزرگی از مردم دنیا دچار فقر و وضعیت بد معیشتی هستند. همچنین با وجود سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، هنوز شاهد جنگ و درگیری بین کشورها و گروه‌های مختلف هستیم و همگی همدیگر رو مقصر ایجاد دشمنی‌ها می‌دونند. در واقع تا زمانی که کنترل زندگی در اختیار این من ساختگی باشه، درد و رنج‌های زیادی رو به صورت فردی و جمعی برامون به وجود میاره. همواره در طول تاریخ ملت‌های زیادی دچار فاجعه‌های بزرگ از سمت من ذهنی شدند و سرزمین ما هم چندین بار تجربه‌های تلخش رو به خودش دیده. متاسفانه بازم ممکنه یک بار دیگه کشور ما ایران رو با خرابکاری‌های خودش به نابودی بکشونه. برای جلوگیری کردن از اون راهی جز برگشتن به من اصلی خودمون نداریم. بسیاری از بزرگان سرزمین ما و دیگر انسان‌های اندیشمند راهکارهای رهایی از من ذهنی رو معرفی کردند که ما میتونیم در این شرایط سخت ازشون کمک بگیریم. مشکلات زندگی ما نمیتونند خود به خود حل بشند و برای به دست آوردن هر چیز خوبی در این دنیا باید هزینه‌شو بپردازیم. اگر براتون مهمه بدونید این تغییر از کجا شروع میشه و چه کارهایی لازمه انجام بدین، لطفاً ویدیوی اصلی رو ببینید. آیا حاضرید برای داشتن یک زندگی بهتر توی کشورمون قدمی بردارید تا از این زمستان تاریکی رها بشیم و به بهار روشنایی برسیم؟